بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اما بعد، ایمان آوردن به فرشتگان کرام اصلهای دین مبین اسلام است و کسی که به فرشتگان اگر ایمان نآورد ایمان او ایمان حساب نمی شود و انسان تا مادامی که به تمام فرشته ها چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن خبر داده است و رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث های صحیح خبر دادند، انا همان خیلی اگر تصدیق کرده ایمان نآورد ایمان او ایمان حساب نمی شود. فرشته ها ملائکه است. به زبان عربی جمع کلمه ملک، اصل کلمه ملک یعنی الک ملک به معنای رسالت، فرستاده، یعنی اینها رسالت هستند، گویا که اینها مکتوب هستند، لیکن در اینجا به معنای برنده مکتوب، یعنی رسالت، برنده رسالت، اینها رسول هستند. فرشته ها بین بنده ها و بین الله سبحانه و تعالی اینها فرستاده الله سبحانه و تعالی هستند. بنابراین از همین کلمه گرفته شده معنای رسالت را دارد، معنای ملائکه. ایمان آوردن به فرشتگان واجب است. الله سبحانه در سوره بقره میگوید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ایمان آوردند رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابگان کرام، یعنی مؤمنایی که در اطراف رسول الله هستند، با الله تعالی و به فرشتگان الله تعالی و به کتابهای الله تعالی و به پیغمبران الله تعالی که ایمان آوردن به این چیزا واجب است. در حدیثی که بخاری مسلم از عبدالله ابن عمر و از عمر پدرشان رضی الله عنهما روایت شده است که حضرت جبرائیل علیه السلام رسول الله را میپرسند که اخبرنی عن الایمان، برای من درباره ایمان خبر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان همین که الله تعالی یگانگیش به ایمان بیاری و به فرشتگان ایمان بیاری و به پیغمبران ایمان بیاری و به کتابهای الله تعالی ایمان بیاری و ایمان همین که به روز قیامت و به تقدیر نیکی و بدی ایمان بیاری. 6 چیز که ما امروز درباره ملائکه ها سخن کرده استادیم که ملائکه ها از جمله عالم غیب هستند. غیب را ما نمیدانیم. برای اثبات کردن غیب، برای تصور کردن غیب 3 حالت است. یکمینش مشاهده، دیدم، که ما و شما فرشته ها را ندیدیم و نمیبینیم، بنابراین یکمین یعنی واسطه دیدنی فی غیب برای ما حاصل نمی شود. دومینش مقایسه، قیاس، و سومینش خبری صحیح، خبری صادق که قرآن کریم از الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث های صحیح برای ما و شما درباره فرشته ها خبر دادند. الله تعالی یک چند آیات درباره فرشته ها سخن کرده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چند حدیث درباره فرشته ها سخن کرده اند. این ما با واسطه همینها غیب تصدیق میکنیم. اما در زمان رسول الله مردم دیدن فرشته های، وقتی که فرشته ها در صورت آدم، در صورت انسانی به نزد پیغمبران می آمدند. الله سبحانه و تعالی این فرشتگان را از نور آفرید، از نور. در حدیث حضرت عایشه مادر مومنان رضی الله عنها می آید که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که خلقت الملائکه من نور، فرشتگان از نور خلق کرده شدند. حدیث در صحیح مسلم است. اما کی خلق شدند الله عزوجل برای ما خبر نداد و رسول الله نیز خبر ندادند، لیکن انیق که از آدم پیش خلق شد، از جنها پیش خلق شد، برای آن که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره و در دیگر جایهای قرآن خبر داد که وقتی که الله تعالی آدم را آفریدنی شد به فرشته گفت که من آدم آفریدنی هستم گفت
فرشته‌ها گفتن که آدم آفرین ما خود ما هستیم، بنده هایی که پاک شب و روز اطاعت و عبادت هستیم. انسان ها روی زمین فسادکاری میکنند. گفت این دلالت میکند که فرشته ها از انسان ها پیش بودند. عموما الله سبحانه و تعالی فرشتگان را از نور خلق کرد و فرشته ها طعام نمیخورند و شراب نمینوشند و با مردانه و زنانه صفت کرده نمیشوند. یعنی فرشته ها این خیلی نفسی مردی و زنی ندارند و آنها چه خیلی که امام سیوطی در کتاب حبایک فی جمع ملائک نقل کردن از ابو رازی که امام رازی گفتن که فخرالدین رازی فرشتگان گفتن خوابم نمیکنن، گفتن بنابر بعض حدیث های استنباط و اعتماد کرده. و فرشتگان الله سبحانه و تعالی به نهایت مخلوقات عظیم جثه هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در سنن ابو داود آمده است گفتند که اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکه الله من حملة العرش. الله تعالی برای من اجازت داد که درباره یک فرشته از فرشته های الله تعالی که بردارنده عرش است سخن کنم. و یحمل عرش ربک یومئذ فوقهم ثمانیه. عرش پروردگار امروز 8 نفر صحابه ها میبردارن. گفت الله تعالی 8 نفر ملائکه ها، از بین آن ملائکه ها یک تشه رسول الله سخن کردن که ما بین شحمت اذنه الى عاتقه مسیرت 700 عام. بین نرمی گوشش و کتفش مسافه 700 سالینه راه گفتن. بین گوشش و بین کتفش مسافه 700 سالینه راه گفتن. چه خیلی که در سنن ابو داود رحمه الله آمده است. الله سبحانه و تعالی فرشتگان را به نهایت در صورت‌های بزرگ آفرید. چه خیلی که در قرآن در سوره فاطر میگوید که اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع. فرشتگان صاحبان قنات‌ها هستند. بعضی هاشون 2 قنات دارد و بعضی هاشون 3 قنات دارد و بعضی آنها 4 قنات دارد. و در مسند امام احمد آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که رأیت جبریل و له 600 جناح. من جبرائیل را دیدم که 600 قنات داشت. میگویم بین هر یک 2 قنات ما بین مشرق و مغرب بود. این حدیث صحیح است. و دیگر فرشتگان هم مانند فرشته ملک الموت که در بعض روایت ها به نام عزرائیل آمده است، در حدیث هایی که اینقدر صحت ندارد لیکن در اکثریت حدیث هایی که آمده است به نام ملک الموت آمده است. فرشته که موکل به گرفتن جان انسان ها و به جان تمام مخلوقات، بلکه حتی فرشته های هم جانش میگیرد ملک الموت. آخرین بنده که از این دنیا وفات میکند ملک الموت خودش. برای آنکه پیش از آن که فرشته ها جبرائیل و میکائیل میمونن همه فرشته ها را جانش میگیرد. سپس کی ماند؟ ای ملک الموت. گفت پروردگار وقتی که میپرسد میگوید که من ماندم، جبریل ماند و تو خودت ماندی پروردگار عالم. سپس جبریل میگیرد، سپس آخرین جان خودش میگیرد و یگانه پروردگار عالم در این دنیا زنده میماند و یگانه الله سبحانه و تعالی خودش باقی میماند. و کل من علیه فان و کل من علیه فان. تمام انسان هایی که تمام موجوداتی که مخلوقاتی که در روی زمین است همش فانی میشود الا وجه ربک، غیر پروردگار که خودش یگانه ذاتی که نمیمیرد، حی لا یموت، زنده است و هرگز نمیمیرد الله جل جلاله. اما غیر الله تعالی دیگه همه مخلوقات میمیرند. الله سبحانه و تعالی فرشتگان را همچون جسم آفرید. آنها جسم دارند. رد به یعنی آن عالمای فیلسوف و متکلمین که فرشتگان را به هر ستاره و دیگر چیزا مانند کردند. فرشتگان کرام چه خیلی که امام سیوطی از قاضی عیاض نقل کردند که قاضی عیاض گفتند که مسلمان ها اجماع کردند که فرشتگان همشان مومن هستند و همشان فاضلا هستند. یعنی همشان بندگان نیک. بل عباد مکرمون. الله تعالی میگه که بلکه این فرشته ها یک بندگان بسیار به عزت، بندگانی که اطاعتکار، بندگان نیک. آنها الله تعالی طبیعتا فرشته ها را به اخلاق حمیده و به اخلاق خوش، به رفتار نیک خلق کرده است. الله سبحانه و تعالی آنها را به نهایت تمام آداب و اخلاق و رفتار کردار نیک داده است. در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الا استحیی من رجل یستحیی منه الملائکه. آیا شرم ندارم از یک مخلوقی که از یک مردی که
از وی فرشته ها شرم دارد. یعنی عثمان در نظر دارم. رسول الله پاشون کشیدگی بود، چخیلی که در صحیح مسلم آمده است، در تختخ شد که گفتن بینید چی کی؟ گفتن عثمان. وقتی که گفتن که عثمان، پاهاشون رو پوشیدن، گفتن در آید. حضرت عایشه پرسیدن که یا رسول الله برای چی این خیر کردید؟ گفتن که استحیی من رجل یستحیی منه الملائکه، آیا من شرم ندارم از یک مردی که از این فرشته ها شرم می‌دارد؟ یعنی از حضرت عثمان فرشته ها شرم می‌داشتند. این دلالت می‌کند که فرشته ها مخلوقات شرمگین، بنابراین وقتی که انسان به حاجت خانه درآید یا به نزد زنش نزدیک شد، فرشته ها از نزد او می‌روند. الله سبحانه و تعالی عدد این فرشتگان را چنان خلق کرد که غیر خودش دیگر کسی نمی‌داند. نه در قرآن خبر داد و نه در سنت رسول الله عددشان را با طریقه ضبط عمیق خبر نداد. لیکن چقدر که در حدیث های صحیح آمده است، در حدیث ابو سلمه و در حدیث حضرت انس رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که در بالای 7 قبط آسمان بیت المعمور است. بیت المعمور چقدر که ابن عباس بعضی صحابه ها میگویند اگر افتد راست به بالای کعبه میافتد، یعنی کعبه آسمان، اهل آسمان، کعبه اهل زمین خانه‌ای که در مکه است، اما کعبه اهل آسمان در بیت المعمور است، در بالای 7 قبط آسمان است که فرشته ها در آنجا طواف میکنند و عبادت میکنند. در آن حدیث رسول الله خبر دادند که بیت المعمور به هر روز 70,000 فرشته میدارد، دیگه تا آخری عمرش، تا روز قیامت دیگه نمیدارد گشته برگشته، همین روز در آن دیگه نمیدارد. این دلالت به آن میکند که هر روز 70,000 فرشته نو میدارد، عددشون رو بسیاریشون میکند. و در حدیث آمده است که در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یؤتی یومئذ بجهنم ولها 70,000 زمام، روز قیامت جهنم کشاله کرده آورده می شود، جهنم کشاله کرده آورده می شود و جهنم اند 70,000 تا نقطه شای همون روزانده، 70,000 تا لجام شای، فی مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، همراهی 70,000 همون نقطه و همون لجام، هر یک نقطه اند 70,000 تگی فرشته ها های یجرونها دوزخ کشیده می آورند. این حدیثی صحیح است محترم جماعت. انشاءالله در این منبرهای رسول الله، در این مسجدها انشاءالله حدیث ضعیف گفته نمی شود، برای آنکه هر یک سخنی که در کتابها است، هر سخنی که در کتابها موجود است، این حدیث ها همش درست نیست. بسیار سفسطه های دارند بعضی اهل علم، سفسطه های برای مردم برآورده میگویم، چیزهای واهمه مبالغه 10,000 و 100,000 گپایی که دروغ است اکثریتش، که اینها حدیث های ضعیف است که انشاءالله در خصوص حدیث ضعیف و در خصوص سفسطه هایی که دشمنای اسلام به داخل کتاب های اسلام در آوردن درباره آنها انشاءالله سخن میکنیم. لیکن این حدیث ها همش حدیث های صحیح است که ببینید که 70,000 تا نقطه دارد جهنم، دوزخ، و 70,000 تا به هر یک نقطه یا 70,000 تایی فرشته ها های فرشته های عدداشون بزرگی هاشون برای شما سخن کردیم، به سخن کرده ایستادیم که به نهایت مخلوقات بزرگ که عددش 4 میلیارد و 900 میلیون میشه، یعنی قریب 5 میلیارد فرشته دوزخ کشاله کرده میاد. 5 میلیارد عددی کم است، لیکن نسبتی فرشته هایی که بزرگ است که اگر یک جبرائیل 600 قنات داشته باشد و بین هر یک دو قنات است، بین مشرق و مغرب باشد، و یا بین که پیامبر گفتن که بین یک فرشته گوشش نرمی گوشش و تا کتفش 700 سال این راه باشد، چقدر باشد این 70,000 تایی 5 میلیارد فرشته ها. دوزخ هم کلام دیگه به دلالت میده، دوزخ همین خیلی شوخ هست که همون قدر فرشته های زیاد کشاله کرده می آیند روز قیامت. این هم دلالت به بسیاری فرشتگان میکند. اما عملهای فرشتگان الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم از نام فرشته ها نقل کرده میگوید که و ما منا الا له مقام معلوم، و ما فرشته ها هر یکی ما عملهای خاص داریم برای خود. و انا لنحن الصافون، و ما در نزد پروردگار صف کشنده هستیم، صفها را راست میگیرم. یعنی در الله تعالی صفتای صف کشی صحابه ها تعریف میکند. اما رسول الله گفتن که الا تصفون کما تصف الملائکه عند ربها، آیا شما صف راست نمیکنید می در نماز
چه خیلی که فرشته ها صف در نزد پروردگارش راست میکنند. قالوا کیف تصف الملائکه یا رسول الله، یا رسول الله فرشته ها صف چه راست میکنند؟ وقتی که صحابه ها پرسیدن گفتند که یتمون الصف الاول فالاول، صف اول پر میکنند سپس اولتر است، همین خیلی نه اول صفای پیش پر میکنم. گفته درباره صفاشون تعریف کرد. این سوره صافات هم الله تعالی از زبان فرشته ها میگه که و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون، ما خودمون تسبیح گوینده هستیم. در حدیث ها آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که در آسمان ها یگان موضع خالی نیست. در حدیث آمده است که ما فیها موضع اربع اصابع، در آسمان یگان جای 4 انگشت به جای خالی نیست الا و فیه ملک ساجد، مگر بابا یعنی فرشته ها سجده کرده. یعنی در 7 قبض آسمان یگان جای خالی نیست مگر یا اونجا یک فرشته هست که رکوع کرده صدا، یا در حالت سجده هست یا در حالت قیام است، همش در عبادت است. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث آمده است که رسول الله گفتند که ابطت السماء وحق لها ان تعب، آسمان آواز برآورد گفتند، یعنی غچر غچر کرد. چه که اگر بالای شیفت به چیزی وزنی نمانیم، چه که زور می آید به بالای شیفت، گفتند که آسمان آواز برآورد و حق لها ان تعب، و سزاوار است حقش ای که آواز برآورد. برای آن گفتند یگان جای 4 انگشت به جای خالی نیست الا و فیه ملک ساجد، مگر بالای آسمان‌ها به فرشته‌های سجده کنند. اینم دلالت به بسیار بودن فرشته‌ها می‌کند. یگان جای خالی نیست در آسمان که از فرشته خالی باشد. فرشته‌ها به نهایت بسیار هستند، هر یکی آنها برای خود عمل‌های خاص دارد، چه که در سوره صافات گذشت. و اکثریت فرشته‌ها به مردم و به انسانیت و به دیگر مخلوقات آمیختگی دارند. از همان روزی که آدم به دنیا تولد می شود تا روزی وفاتش فرشته‌ها با آدم تعلق بسیار زیچ دارد. برای آنکه در صحیح بخاری مسلم آمده است که در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که جنین در شکم مادرش 120 روزه می شود، یعنی وقتی که 4 ماه می شود، یرسل الیه الملک، یک فرشته فرستاده می شود و یؤمر باربع کلمات، همون فرشته از جانب الله تعالی 4 چیز به امر کرده می شود. بکتب رزقش می نویسد، فرشته فرآمده در بعض روزا پیشونیش می نویسد، رزقش می نویسد و اجلش می نویسد که کی به وفات می کند، و عملش می نویسد در دنیا کدام عمل می کند، و شقی ام سعید، یا بدبخت است یا نیکبخت است. فرشته فرآمده در شکم مادرش 4 ماه بودگیشان علکه می نویسد. این یک فرشته. عالمان گفتند که 21 فرشته برای انسان موکل است، یعنی وظیفه دارد از پی شما است. یکتش همین اولین فرشته که آمده تقدیرهای می نویسد و وقتی که به دنیا تولد می شود، چقدر که در صحیح مسلم آمده است رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یگان به شما نیست مگر شما هم 2 قرین است، قرینی از فرشته و قرینی از جن. قرینی فرشته هر یک آدم فرشته شایکی مثلا امری به کار خیر میکنه، خیلی فلان کار خیر کن میگه، جن میگه که نکن، همین خیلی بین خود کشاکشی میکنه. حتی در بعض حدیث ها آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که فرشته که جن کشاکشی دارد، مسابقه دارد. وقتی که سحر انسان از خواب خیز، شیطان میگه که با من شروع کن، با من شروع کن، یعنی که بسم الله خیز، به نام خدا خیز، ذکر نکن، یا خواب را به نماز کارت با گناه سر کن روزته، و فرشته باشد با نام خدا ابتدا کن روزته. شب بیم میخیل اختم بخیر اختم بشر، شیطان میگه که خیر کتی شر کتی کارت به خاتمه رسانیم روزته، همون قدر روز کری عاقبتش یعنی کاری گنده کتی به خاتمه رسانی، یعنی بی ذکر خواب کن. و فرشته میگه که اختم بخیر، ذکر کن، خدای ذکر کن، یک نیکی که ختم کن. همین خیل آنها مسابقه دارند. بنده هم وقتی که از خانه میبرد دعاهایی از خانه برآمده، وقتی که میبرد از کفاش فرشته میآید. این فرشته های الله تعالی میگه که یحفظونکم، این فرشته ها شما محافظت میکند از مثلا سنگ و از چقوری و از خار و از هر چیزا. فرشته ها انسان محافظت میکند، فقط اگر تقدیر بنویسته باشد بین تقدیر و بین خودش بین آدم راه میدهد که بگذار تقدیر الله تعالی اجرا شود، لیکن تو تقدیرانه نباشد محافظت میکند بنده فرشتگان. و الله تعالی در سوره انفطار گفت که فرشتگان کرامن کاتبین، در بین برای انسان 2 فرشته الله موکل کرد که یکی در جانب راست و دیگری در طرف چپ کارهای خیر و کارهای بدی انسان می نویسند. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، هر کاری که میکنید آنها میدانند.
و فرشتگان الله سبحانه و تعالی فرشتگان روز هست، فرشتگان شب هست. عملهای روزانه برآمده به الله میرسونن، عملهای شبانه بعضی فرشته ها برآمده میرسونن و هر یک فرشته برای خود خاص عملهای دارد. اما سرعت فرشتگان از همه در دنیا سرعتی که بشریت انسانیت میداند این صورت همین برق که در یک ثانیه 297,000 یعنی اصلش 300,000 297,600 میشد، یعنی 300,000 کیلومتر دور میزنه. 300,000 کیلومتر یعنی دور شکل زمین 6-7 مراتب دور میزند در یک ثانیه. این قوه برق یکی از مخلوقات های الله تعالی. لیکن فرشتگان از این میلیون ها برابر تیز هستند. یک سوال دهنده می آید و میگه که مثلا چقدر که یهودا آمدن که درباره روح ما سوال روح دربارش گفت. روح چی است؟ در بین ما در وجود ما روح ما هست، جان ما هست. لیکن یک درباره همین خبر به ای محمد همین زمان از بالای قبط آسمان جبرائیل علیه السلام می آید که قل یسألونک عن الروح، مردم آمده که درباره روح میپرسند. قل الروح من امر ربی، بگو که روح از امر پروردگار است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما بینهایت علمی کم دارید انسان ها. گفتم مثلا این نازل کرد. یهودا آمدند و گفتند که درباره برق ما خبر ده، رعد و برق. رعد چیست؟ گفتند که رعد این فرشته، رعدی که ما میبینیم این فرشته رعد، اصلا رعد نام فرشته که موکل برای رواندن و برای جمع کردن ابرها است، تا اینکه ابرها با هم دیگر جمع شوند و باران بارند. الله تعالی امر میکند. این رعد نام فرشته است. یک سوره الله تعالی به نام رعد نامیده است. سوره در قرآن به نام رعد است. یهودا پرسیدند که خیر آن آوازش چی است؟ آن آواز و آن درخشانی که رعد میبرد چی است؟ گفتند که برق است. برق هم در قرآن خدا ذکر کرده است. در چند جا در سوره بقره، در سوره رعد برق ذکر. برق گفتن آواز این فرشته است. گفتن که صدقت راست گفتی. گفتن این حدیث امام سیوطی در حبایق فی اخبار الملائک نقل کردند که حقیقت فرشتگان تمامی عالمند بودگی کارهای الله سبحانه و تعالی امر کردگی اجرا میکنند. ملک الموت فرشته موت، فرشته که چخیلی که ابو شیخ در بعض کتابا روایت میکنند در یک روز 2 مراتبه تمام خانه های انسان های دیده میبود که این روز روی ختم کی ها هست که جانش گرفت. سلیمان علیه السلام اینم سیوطی ذکر کردن. به نزدشان یک موی سفید بود که فرشته ملک الموت چخیلی که در بعض روایت ها آمده است گویا که الله تعالی فرشته ملک الموت گفته بود که هر روز به نزد سلیمان علیه السلام یک بار درا اگر یک حاجت خدمت داشته باشد اجرا کن فرشتگاه. گفتی سلیمان علیه، برای سلیمان علیه السلام خدا یک ملک داد که یگان پادشاه های دنیا دادگی نبود. بنابراین سلیمان علیه السلام پیشش به هر روز فرشته در صورت مرد می‌دارند. محترم جماعت وقتی که پیغمبرای پیشاشون اگر مردم باشد فرشته ها در صورت آدم میآمد. چه خیلی که حضرت رسول الله پیششون به فرشته جبرائیل در صورت دحیه کلبی میآمد، برای اینکه دحیه کلبی یک فرشته زیبا بود، در صورت زیبا شخص زیبا میآمد. فرشته ها بینهایت زیبا هستند، چون در سوره یوسف الله سبحانه و تعالی نقل کرد که زنهایی که زلیخا خانش به دعوت کرد، خانش به زنهای پادشاهای و وزیرای جمع کرد و یوسف گفت که اخرج علیهن، برو پیش اینها و گفت این زنهایی که من غیبت کردم درباره من گفت زن پیش این زنها برو. خدا میگه فلما رأینه اکبرنه، وقتی که یوسف دیدن بزرگ شماریدن. یوسف وقتی که دیدن یعنی به حیرت افتادن، چون که الله تعالی دنیا چقدر انسانیت و وجود آمده که باشد 50% زیباگی را به همه انسان ها تقسیم کرده داده است. به یوسف علیه السلام 50% زیباگی را داده است که همین خودش معجزه یوسف بود. هر یک پیغمبر معجزه دارد. معجزه چیزی غریبه که در دیگر آدم‌ها یافت نمی‌شود. به پیغمبران می‌دهد الله تعالی تا اینکه مردم دیده و پیغمبریش به ایمان بیارن و پیغمبر رو تصدیق کنن. الله تعالی پیغمبران می‌دهد. یوسف علیه السلام وقتی که زنها دیدن فلما رأینه اکبرنه، بزرگ شمردن و قطعن ایدیهم، دستهاشون و انگشتاشون بریدن. در دست هر یک زنها کارد بود که آنها یعنی میوه میبریدن، دستهاشون برده حس نکردن. وقطعن ایدیهم وقلن حاش لله، خدا پاک است، ما هذا بشرا، این آدم نیستم،
این هذا الا ملک کریم، این فرشته بودن. این دلالت میکند که فرشته ها زیبا بودند، برای اینکه دیدن که یوسف زیبا بودن که این آدم نه، این فرشته بودن، که این دلالت به زیبایی فرشتگان میکند. فرشته ها الله تعالی قدرت داد که به همه شکل میتونند به خود در آن شکل ها درآیند. برای سلیمان علیه السلام وقتی که در صورت مرد آمد، سلیمان علیه السلام که در پهلوشون یک موی سفید نشسته بود، بعد اینکه ملک الموت برآمده رفت، آن موی سفید گفت که سلیمان به نام الله میپرسم که شمال را امر کنی که من به همون آخرین طرف هندوستان برده فرتایم. وقتی که پرسیدم که این کی است، این ملک الموت، دید که ملک الموت گفت که ملک الموت به من نظرهای سخت کرد که من التماس به نام الله میپرسم که منو بچی هندوستان امر کن شمالایی که برده فردا. سلیمان علیه السلام شمالای امر کنه. محترم جماعت، این افسانه نه، این سفسطن سلیمان علیه السلام هر یک پیغمبر به الله تعالی دعاهاشون قبول کردن به یک فرصت داده بود، یک دعایی که عمیق قبول میشه. سلیمان علیه السلام رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی گفته بودم، پروردگار من به یک ملک که بعد من دیگه هیچ کی نتیجه بودن. امروز زمانه ها ترقی کرد، لیکن یگان انسان نمیبینیم که سلیمان برسد. وقتی که بلقیس پادشاه یمن خواست که سلیمان پیشش رو بیاید، گفتن که راههای چندین کیلومتر ها تیلا گرفت ایتان، گفتن دیوالای از نقره تیلا ساخته پختن، دیوالا خانه ها کدام پاشانده هست امروز روز. حقیقت سلیمان علیه السلام ملک دنیا، پادشاه دنیا است. دنیای طلب کرده الله عزوجل داد برای سلیمان علیه السلام. شمال امر کردن که آن موی سفید برده به هندوستان پرتافت. ملک الموت در آمد، گفت که ملک الموت موی سفید کی بود؟ گفتم باید در هندوستان است. ملک الموت حیران شد و گفت که حقیقت عجایب، من سببی برای بسیار نظر کردگیم همین که باید من و این روز جانش در هندوستان گیرم بود، لیکن عجایب که من در فلسطین دیدم، اما من همین باشد میگم که بسیار نظر کردم. میگم که حقیقت این قدرتی فرشته ها بسیار الله سبحانه و تعالی آنها قدرتی بزرگ داده است. الله سبحانه و تعالی فرشته ها عجایب یک قدرت های داده است. با وجود همه این قدرت ها، اگر الله سبحانه و تعالی سحر با کلمه وحی اگر الله تعالی سخن کند، تمام فرشته ها بیهوش میشوند. و اولین فرشته هایی که سرش میبردارد جبرائیل علیه السلام. وقتی که الله تعالی سخن کند، ما درباره فرشتگان گپ زدیم، درباره بزرگیشان که چه خیلی بزرگ هستند، چه خیلی عظیم جثه هستند. در یک ثانیه از آن بالای 7 کبد آسمان خبر میبیارند. با وجود همین اگر الله تعالی سخن کند میلرزند و میترسند. چقدر که در صحیح بخاری آمده است که الله تعالی اگر وحی کدی سخن کند، فرشته ها قنات میزنند، گویا که زنجیر در بالای سنگ زده است، آواز میبرند، همش بیهوش میشد. حتی اذا فزع، الله تعالی در قرآن میگه حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی که هوش میبیان، قالوا ماذا قال ربكم، پروردگار چی گفت؟ قالوا الحق، حق گفت. حتی به تفصیل هم نمیگن چی گفته گیره، هر چی که گفت حق گفت. و هو العلی الکبیر، الله تعالی علی بزرگ، کبیر بزرگ است، الله تعالی بالا است. گفته امتمی خیل فرشته ها الله تعالی بزرگ میشمارند. یوم یقوم الروح والملائکه، و روز قیامت وقتی که یوم یقوم الروح والملائکه صفا، روح در بعض علمای تفسیر میگن که روح این جبریل است، از تمام طبقات آسمان و زمین و از این مخلوقات کلان است میگن. و الملائکه و فرشته همه صف میستند. در بعض حدیثا جبرائیل خودش در یک صف، فرشته ها در یک صف همه صف میستند. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یگان انسان سخن نمیکند، یگان بنده سخن نمیکند الا همون آدمی که خدا اجازت یاد سخن میکند. و خشعت الاصوات للرحمن، و آوازها می‌درزد به پروردگار عالم. فلا تسمعوا الا همسا، فقط آواز پاچیکمانی پاچیک برداری میشنوی. میگه خدا در قرآن فلا تسمعوا الا همسا، می‌نرزد فرشته‌هایی که اینقدر مخلوقی بزرگ، اینقدر قدرت به بزرگی دارند. بنابراین الله سبحانه و تعالی و آنهای برابر کرده نمیشود. اینها درباره خلق این آسمان و زمین ها، درباره خلق ما و شما یگان کسی به الله تعالی شریک نیستند، یاردم نکردند. الله تعالی در دست اینها یگان کار نیست. تا الله تعالی اجازت ندهد به کسی نه شفاعت کرده میتواند و نه دیگر. اینها بین های بندگان و بنده های مؤمن دوست میدانند فرشته ها. هر روز در حدیث ابو هریره است که ما من یوم، یگان روز نیست مگر دو فرشته میفراید.
دیگتش میگفت که اللهم اعط منفقا خلفا، پروردگار شخص منفق نفقه کننده و خلفت ایوست جای نفقش با، و اعط ممسکا تلفا، شخص ممسک آدمی که صدقه نمیکنه پول قبیده میایسد این وقت تلفته که از دیگر طرف برکات گیر آفتت مالش رو دعا میکنه. و فرشتگان محترم جماعت همیشه اگر موقعی باشن اگر همون قدر نه، جبرائیل علیه السلام ابن عباس میگویند که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان، رسول الله بهترین آدم بودن و بهترین حالت مشرکشان در رمضان است وقتی که جبریل او میخوردن فیدارسه القرآن. عالمان میگن که این وقتی که جبریل که دی پیامبر وا خوردن فلرسول الله صلی الله علیه وسلم اجود من الخير بالريح من الريح المرسله، خیر به از شمال هم تیزتر میوزیدن رسول الله وقتی که جبریل که هم نشست میشدن. بنابراین ما وقتی که فرشته ها که بسیار باشیم انا همون قدر به خانه ما خیر و برکت و در ما برکت است و هر چقدر فرشته ها از ما دور شوند همون قدر برکت از ما دور است. فرشته ها به آن خانه که سگ هست نمیدارن، عجایب امروز میشونیم میخوانیم میدانیم به خانه نمازخانه میداریم سگ دارد، سگ به آن خانه که سگ هست فرشته نمیدارد، فرشته ندارد. فرشته ها به دعاهای مسلمان ها آمین میگویند، در حق بنده ها آمین میگویند. از بس که وقت شد لیکن در قرآن الله تعالی چقدر فرشته ها در حق مؤمنان دعا میکردگیش نه و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، آنها درباره و یستغفرون للذین آمنوا، در حق آنهایی که ایمان آورند فرشته ها استغفار میپرسند. در حق معلمی بهتر، معلمی که برای مردم قرآن و سنت تعلیم میدهد فرشته هایی هستند که موکل هستند که شب و روز استغفار میپرسند به گناهش. پروردگار گناه فلان عالم را بخش شب و روز وظیفه‌شون همین. و بعضی فرشته های الله تعالی همین خلق کرد که عرض خلق کردگیش تا روز قیامت سجدن به میایسد. روز قیامت سرش از سجده برداشته میگوید که سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، پروردگار پاک است ما حقیقی تو عبادت نکردیم، ما حقیقی عبادت تو به جا نآوردیم الا ان لا نشرک بک شیئا، همین که ما تو شریک نآوردیم خلاص یگان کتا یک کاری خیری کردیم ما تو یگان کتا بندگانت برابر نکردیم. و در حق بندگان این بعد دعایی بد میکنند ان الذين ماتوا وهم كفار اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. و خدا قرآن آنهایی که کافر میمونند در دنیا آنها فرشته ها لعنت میکنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که من سب اصحابی، کسی که صحابه های من مسخره کند حقارت کند فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، آنها و لعنت الله لعنت فرشته ها گفتند. یعنی چند عمل ها و فرشته ها شریک هستند. آمین گوییم آمینای ما و آمین میگویم. با وجود این محترم جماعت یگان مخلوقات به الله تعالی برابر کرده نمیشود. کسی کدام فرشته اگر خودش یگان تا فرشته این کارو نمیکند، لیکن الله تعالی میگوید که در سوره تحریم و یفعلون ما یؤمر لا یعصون الله ما امرهم، یگان که پروردگار گناه نمیکنند و یفعلون ما یؤمرون، گفتی پروردگار اجرا میکنند. همیشه فرشته ها در اطاعت پروردگار است. و الله تعالی میگوید که و من یقول منهم انی اله من دونی، اگر یگان تا فرشته گوید که من خدا غیر الله تعالی فذلک نجزیه جهنم، این خیلی فرشته ما جهنم به جزاش میتیم، جاش دوزخ است. این خیلی نمیگوید فرشته ها، لیکن در حالتی فنظم اگر نواد گوید جاش جهنم است میگوید کذلک نجزی الظالمین. انا میخواد خیلی که فرشته اگر من خدا گوید جزا میتیم دیگر ظالمایی که من خدا میگوید جزا میتیم. محترم جماعت فرشته ها اینقدر قدرتی بزرگ داشته باشند. اینه ببینید که حضرت ابراهیم علیه السلام مشرکان به آتش پرتاب در سوره ابراهیم، در دیگر سوره ها الله تعالی نقل کرده وقتی که ابراهیم علیه السلام در هوا به آتش می آمدند حضرت جبرائیل علیه السلام آمد، فرشته که با موج قناتش اگر زند زمین و آسمان یکسان میکند هل لک من حاجه، ای ابراهیم خدمت همی من به حاجت همی گفت. ابراهیم در هوا به بالای آتش آمده ایستادند، گفتند که اما لک فلا، تو نیستم، اما الی الله فحسبی الله و نعم الوکیل، اما به الله باشه یگانه ذاتی که من تکیه دارم و به من کفایه است این الله تعالی. من به یگان انسان به یگان مخلوق باوری تکیه نمیکنم. نباشد جبریل قدرت داشت، لیکن پیغمبری که امامی خدا ترسان امام یگانه پرستا که ابراهیم علیه السلام است سرخم نکردم به جبرائیل، اما الی الله من بس خدا حاجت دارم. الله تعالی همون زمان گفت که یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. در قرآن است محترم جماعت، قرآن خوانیم یا نار ای آتش کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، خاموش شو خنک شو
و خنک شو گفته کفایه نکرد. خنک شو و سلامت شو گفت. برای اینکه خنک شود مفسران میگن که از خنکی ابراهیم میمرد. خنک شو و سلامت شو علی ابراهیم، فقط ابراهیم به نباشد امروز ما تمام پخته نمیتونستیم. آتشای دنیا خاموش شده بود همون زمان. آتشای دنیا در زمان ابراهیم همون لحظه‌ای که الله تعالی امر کرد تمام آتش خنک شده بود. این در قرآن کریم است. با وجود همین بینید که پیغمبر خدا به جبریل، یعنی از جبریل یاردم نپرسیدن، از فرشته ها آنها به این کون، به این مخلوقات یگان خودی یاردمشان نرسید. الله تعالی خودش آفرید. الله تعالی در عبادت هم یگانه است محترم جماعت. یگان فرشته غیر خدا عبادت کرده نمی شود. از فرشته ها یاردم پرسیده نمی شود. فرشته ها مخلوقی خار و ذلیل هستند در نزد پروردگار. می ترسند از بزرگی و هیبت پروردگار. یگان فرشته های با الله تعالی برابر کرده نمی شود. غیب نمی دانند. قیامت کی می شود نمی دانند. پگه کاری ما چی می شود نمی دانند. چی باشد حالی فال بنا کن؟ فرشته ها جبریل، نزدیکترین فرشته به جبریل و میکائیل غیب نمیداند. این فال بنای بدبخت و سحرگرای جادوگرای بدبخت میدانند. الله سبحانه و تعالی خبر نداد جبریل به میکائیل به خبر نداد بسیار چیزی ها. همه پروردگار و نزدیک مخلوقین های با پروردگار برابر کرد نمیشود. اگر همین قدر مخلوقات بزرگ قدرتدار همه کار به قادره، اگر ما پروردگار به شریک آوردن به حق ما نباشد و اگر شریک هم بیاریم جای ما دوزخ است، از دین اسلام میبرایم از بطری که اولا که غیر فرشته ها دیگه مخلوقات الله تعالی برابر کرده نمیشه. مولانا جامی کیست؟ بابای دهقان کیست؟ هستی خضیر کیست؟ در نزد فرشته ها، در نزد الله تعالی کیست؟ اینها یگان تشه گذشتگان، نه باباهای، نه مرده نه زنده های، نه این گاو گوسفند و آنها با الله تعالی برابر کرده نمیشود. مادامی که فرشته های برابر کرده نشود، من باب اولاد دیگر مخلوقات برابر کرده نمیشود. محترم جماعت، در اطاعت و عبادت پروردگار کوشش کنید، عبادت کنید، اطاعت کنید در این دنیا و دانید که در بین شما فرشتگانی هستند که عملهای خیر و شر شما را نوشته ایستادند و شما را از بلای و آفت ها محافظت میکنند و آنها را ایمان بیارید به فرشته ها و فرشته ها را اکرام کنید. الله سبحانه و تعالی دین و دنیا و آخرت ما شما را آباد گرداند. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.